بچه میدونین جلسه اول دوره ناگفته های مکالمه انگلیسی رو چرا اینجا ضبط میکنم تو مکان کار قبلی؟ میدونین چرا؟ دلیلی که بچه ها این دوره رو اومدم اینجا تو مکان کار سابقم ضبط کردم، میخوام بگم که خودم چجوری زبان انگلیسی رو یاد گرفتم، چجوری خودم به موفقیت رسیدم، که شما هم همون کار رو انجام بدین و به همون نتیجه برسین. یه قانون هستش، میدونین قانون چیه؟ میگه که اگه تو میخوای به موفقیت برسی، برو ببین بقیه اون آدمایی که موفق بودن، نه اون آدمایی که ناموفق بودن، برو ببین اون آدمایی که موفق بودن چه کارا رو انجام دادن، تو هم دقیقاً همون کار رو انجام بده، دقیقاً تو هم به همون نتیجه میرسی. واقعیتش بچه من زمانی که کلا نوجوان بودم، تو این مکان کار خودتون میبینید دیگه، نگاه کنید اینجا واقعا یک کار خیلی 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 کثیفه که انشالله هیچ کدومتون نصیبتون نشه اینجا کار کنین. کلا خودتون میبینید در این شرایط خیلی دیگه بد، هوا الان میبینید دیگه اینجا مشهد نزدیک به 1 درجه بالای صفر، البته صبح اینجا منفی 0 درجه بود کلا، یعنی منفی 1 درجه بود، ولی خب می اومدم اینجا کار میکردم، هوا سرد می اومدم کار میکردم و دقیقاً بچه اینجا خیلی واقعا کثیفه. من یک دفترچه برای خودم درست کرده بودم، من کاغذ مثلا حالت کاغذ گرفته بودم، یعنی هم زبان میخوندم هم آموزش هم کار میکردم، هم زبان میخوندم هم کار میکردم. چرا؟ چون اون موقع خب واقعیتش پولشو نداشتم برم مثلا کلاسای سنگین بردارم، واقعا شرایط برام سخت بود، ولی خب من شروع کردم و آموزش دیدم. و الان میخوام بهتون بگم خیلی از عزیزان هستش 3 سال 4 سال دارن زبان میخونن ولی متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. تو این دوره من ناگفته‌هایی رو بهتون بازگو خواهم کرد که نه در مدارس، نه در دانشگاه‌ها، نه در مؤسسات زبان بهتون گفتن. چرا اونا نمیگن اینا رو؟ چون میخوان اون باورهای شما، اون طرز فکر شما رو طوری برنامه‌ریزی کنن که شما حداقل 6 سال 7 سال وقت بذارین تا به یک نتیجه‌ای برسین. ولی اگر شما قوانین بازی رو بدونین، خیلی سریعتر از این حرفا راه میافتین. من نگاه کنین بچه‌ها، خانواده‌ام وضعیت مالش خوب نبود دیگه، شرایط واقعا برام سخت بود، ولی رفتم قوانین رو یاد گرفتم. وقتی قوانین یاد گرفتم شاید باورت نشه من تو 3 ماه راحت می‌تونستم مکالمه کنم، راحت می‌تونستم منظورمو برسونم. چرا؟ چون قوانین بازی رو یاد داشتم. میخوام تو این دوره قوانین رو بهت بگم که اگر این قوانین رو رعایت کنی و به کار بگیری، اتفاقی میفته تو هم راحت یاد میگیری، تو هم اون طرز فکر رو برات اوکی میشه. خب قانون اول بچه من زمانی که 18 سالم بود اومدم شروع کردم به یادگیری زبان انگلیسی، ولی میدونید چه باورهایی تو ذهنم اومد؟ خب باورهایی که تو ذهنم اومد، گفتم که حالا زبان یاد بگیرم چی بشه، من چجوری باید شروع کنم. کلا اصلا زبان انگلیسی برای من آینده‌ای نداره، زبان انگلیسی زبان کفره و اینا همشون اومدن که من شروع نکنم. یا کن انقدر دلایل تو ذهنم اومد تا من شروع نکنم. حتی خانواده‌ام گفت تو چرا میخوای زبان انگلیسی یاد بگیری؟ چه به دردت میخوره این زبان انگلیسی؟ ولی خب این باورهای نادرستی که تو ذهنم، اینجا میشه اون باور نادرسته، این باورهای نادرستی که ایجاد شد باعث نشد که من شروع نکنم، باعث نشد که من اقدام نکنم. من میدونستم قانونو که آقا اگر اینها رو من بهش توجه کنم دیگه میمونم، نمیتونم زبان یاد بگیرم. زبانی که زبان انگلیسی که یاد بگیری زبان بین‌المللیه، احتمال نسبت بالا میره، فرصت‌های درآمدی خیلی خیلی بالایی داره که اگر کسی اون مهارت رو درست یاد بگیره میتونه راحت کسب کار خوب برای خودش درست کنه، ارتباطات خیلی بالایی رو ایجاد کنه. من اومدم اینا رو چیدم بچه‌ها، نگاه کنید دلایلی که منو می‌خواست منحرف کنه رو کنار گذاشتم و به جاش اینقدر دلیل آوردم تا خودم رو قانع کردم تا خوب بیام آموزش‌ها رو یاد بگیرم، تا خوب بتونم اون پیشرفت رو داشته باشم کلا. حالا برای جلسه اول، چون من جلسه اول بچه‌ها میخوام بهتون این ذهنیت رو بدم، چون ذهنیت خیلی مهمه. این ذهنیت رو درست نکنی تو به هیچ جایی نمیرسی. اگر 10 سالم کلاس زبان بری با بهترین اساتید زبانی تو بخونی، پیشرفت نمی‌کنی. چرا؟ چون اون ذهنیت باید اوکی بشه که تو میتونی در 3 ماه یاد بگیری. فقط کافیه که حرفای منو گوش بدی، اون قوانینی که میگم رو اجرا کنی. من نتیجه گرفتم. دوستانی که با من بودن و هزاران نفری که با من آموزش دیدن نتیجه گرفتن. کلا شما همون نتیجه رو خواهی گرفت به شرطی که قوانین رو یاد بگیرید. قوانین خیلی مهمه. قانون اول که بیا لیست کن، این جلسه اوله بچه، لیست کن باورهای اشتباهی که تو ذهنت هستش. چه باورهایی باعث شده که تو شروع نکنی؟
چه باورهایی باعث شده که تو وقتی که شروع کردی ادامه ندی. نگاه کن خیلی ها هستن زبان انگلیسی شروع کردن ولی ادامه ندادن، یعنی اومدن یک هفته خوندن، هفته بعدی ترک کردن اون قضیه. چه باورهایی باعث شده تو ادامه ندی کلا؟ اینا رو لیست کن برای من بفرست. تو دایرکت میفرستی، تو دایرکت بفرست که من ببینم چه طرز فکرهایی باعث شده که شما نتیجه نگیرین، تا کمکتون کنم که با باورهای جدیدی که من تو جلسات بعدی دوره رایگان بهتون میگم که بتونید سریع، یعنی اون زبان رو قوی کنید. کارهایی که خودم انجام دادم بچه‌ها، نگاه کنید یک قضیه هست که تو کلاس زبان میری مهارت رو کسب، یک جور باورهایی تو باید بدونی و رعایتش کنی که خیلی سریعتر از این حرفا به نتیجه برسی، خیلی سریعتر از این حرفا. پس یاد نره تمرین جلسه اولی اینه که چه باورهایی باعث شده که تو متوقف بشی، تو یاد نگیری، تو بهانه بیاری، تو استارت نزنی و ادامه ندی. اینا رو برای من لیست کن، بفرست ببینم که وضعیت چنده تا ان بریم جلسه دوم. جلسه دوم میخوام کارهایی که خودم انجام دادم که سریع زبان انگلیسی رو قوی کردم و تو این 3 ماه نتیجه گرفتم، اونا رو بهت میگم دونه به دونه ها، به شرطی که جلسه اول رو با دقت گوش کنیم و نتایج تو برای من بفرست، اون دلایلی که وجود داره. مرسی که هستین دیگه. خلاصه بچه‌ها این کار قدیمه، اینا هم جنساس. حالا من که اینا 13 سال پیش بود اینجا من کار می‌کردم بچه‌ها، نگاه کنین اینا آهن، اینا هر کدوم جداگانه است. مثلا شما اینا تو یک جا بنویسین، این رنگش تو یک جای دیگه میره، کلا هر کدوم از این رنگا فرق میکنه. اینا رو باز میگم اینا قضیه رفتی به زبان نداره. خلاصه گفتم نگاه کن تو سختی آدم پیشرفت میکنه. اگه قرار باشه شما تو آسانی باشی هیچ وقت به پیشرفت نمیرسی.